کنم که کسی هم ناراحت نشه. ببین همه تقریبا رابطه‌شون الکی صفر تا میتونم یکی رو محکمه. انتخاب کنم بیایم یه 2 دقیقه حرف بزنیم تموم شه. ببین آره اصلا آره. کانسپت برنامه‌اش شدن، اصلا تو بیا راجع به بچه‌ها بپرس، راجع به ویلا صحبت کن، چون خب کی بچه‌ها بیشتر اطلاعات داره راجع به همه؟ اینو بگم. بابا بذار بگم. بذار یه پیشنهاد میخوام بهت بدم. ببین تمام رابطه ها تقریبا محکمه چون قدیمیه. خب مثلا منو چرا دیگه عشقم 3-4 تاش. خب بذار صحبتمو بکنم. تو با احسان، تو با یاشار، من با سجاد، عسل و معین، فرناز و وحید، اینا خیلی وقت دارن صحبت میکنن. ببین یاسی از خودمونه، خب خیلی اوکی، دختر خیلی گلیه. میتونی سجادی که مبالنده، اگه فقط میخوای مثلا صحبت کنی، اگه از کس دیگه خوشت اومده که نمیدونم حالا میتونی انتخاب کنی. اما سجاد و یاسی دیشب تازه